ریسمانش و تمام اینها رو از شده، اما این بحثی که دوستان میکنن میشه در این مقوله در واقع پی گرفت. یعنی شما این خبررسانی سبز رو چند ماه دنبال بکنید، اون وقت میبینید که هر کدوم از این وجوه رو در واقع در این هرم میشه پیدا کرد. من همینطور کردم، دیدم که این واقعی از یک جای شروع میشه، میگه که رسانه، هر شهروند یک رسانه است. از روز مثل فقط که تو ایران میفته، بچه‌ها، جوانا، اونایی که به هر حال الان نیروهای اصلی پیش برنده است، شروع میکنن به اطلاع رسانی. خب این اطلاع رسانی رو که ببینیم تا اینجا آمده مختصاتش چیه، ببینیم که این بحث مطرح شد توشه. حالا به چه معنا توشه؟ به معنای اینکه هیچ سازماندهی بوده اما مسیر ارتباطیشون قطع شده، قرار شده که بیان اطلاع رسانی کنن، آمدن رسانه درست کردن. این رسانه چی میگفته؟ سردبیری نبوده، حزب سیاسی نبوده، نمیدونم برنامه ریزی وجود نداشته. این خواسته از وضعیت موجود خودش بگه. وضعیت موجودش چی بوده؟ من رأیمو میخوام. این یه پله، یعنی این خواسته، گفته رأیمو میخوام. اگر ما سعی کردیم چیزای دیگه جاش بگیم، اونو توی روزنامه‌های سیاسی اون سایتیم که در واقع سیاسیون روزنامه نگارن، نه روزنامه نگارا. اونا هر حال میخوان از مختلف استفاده کنن برای اینکه شعارهای خودشون رو بگن. خب این بچه‌ها این شعار رو دادن، حالا بعدیشون رو تعیین، قدم بعدیشون رو از واقعیت‌های جامعهشون میگیرن. یعنی که نگران این رادیکالیسمی که ما اینجا هستیم اونا دن. برای در جامعه ذره ذره میفهمن که فردا باید رفت راهپیمایی فلانجا، نماز جمعه، نماز نمیدونم قدس شرکت. بعد ما اینجا میگیم یعنی چی که میریم مثلا در جمعه اون یک حرکت ما ربطی نداره. اونا کار خودشون رو میکنن برای اینکه از واقعیت‌های اون جامعه اینو میگیرن، بر اساس اونم بازی میکنن. خب حالا همینا میرن جلوتر، میرسه به شعار دادن ها. شعارها هم از درون اون از واقعیات میاد. یعنی من میدم که اینجا شعارهایی که آمده بود مثلا یکیش هست دوباره میگن نه شرقی نه غربی جمهوری، شعار برای روز 13 آبان. بعضیا میگن نه شرقی نه غربی، نه شرقی نه غربی، جمهوری ایرانی. ایران اینا چیه؟ ما الان نمیخوایم وارد این مقوله بشیم. یعنی بحث رادیکالیسم به شما مطرح میکنید، اینجا میاد که چه سمتی که حالا یک اسلامی یا یک جمهوری دموکراتیک یا یک جمهوری چی. چرا؟ برای اینکه اونا متوجهن که در این شعارها از جامعه بر نیامده باشه، نیروهای جامعه رو میتارونه و الزاماً نیروهای قرارهای احزاب سیاسی کوچک رو تکرار میکنم. کوچک راجع به کیفیت صحبت نمی‌کنم، راجع به کمیت صحبت میکنم. نیست تکرار بکنن. اونا شعار میگن نه شرقی نه غربی، دولت سبز ملی. یا آگاهانه انتخاب میکنن که از دادن یک شعارهای سیاسی که میتونه جماعتی رو در داخل بتارونه یا در خارج بتارونه، یا حکومت رو یا همراهان حکومت رو بترسونه، پرهیز بکنن و اون شعاری رو بدن که میدونن در جامعه خودشون انعکاس. خب اگر ما با این شعاری که از درون اون جامعه آمده باشه بیرون همراهی بکنیم و نخوایم آرزوم رو بدون توجه به واقعیت بر اون جامعه تحمیل بکنیم، راهی که برامون باقی میمونه همراهی با این صداست. شخصاً به عنوان یک نگار وظیفه دیگه جز انعکاس اون چه در اون جامعه میگذره نمیشناسم. اگر قرار کار دیگه این کنار بسته یه راه حلایی بدیم، اگه توی این 30 سال به نتیجه رسیده خب ادامه بدیم، اگر نه برگردیم به اون زمین بازی. زمین بازی نگرانی های شما رو داره، این بحثی که الان میکنید داره. رهبرش کیه واقعا؟ اینطور نیستش که فقط یک آقای موسوی باشه، یک آقای کروبی باشه، یک آقای خاتمی باشه. من اون وجه انتخاب میکنن و ما اثرشون رو در خیابونا میبینیم که زیادن. در واقع
خودشون و رهبرانشون با هم میرن جلو. یعنی این بهترین حالت که داره اتفاق میفته، اینها همدیگر رو میسازند. جوانای بچه‌ای که میرن تو ایران انقلاب بعد انتخابات، یعنی در جریان انتخابات میگفتن که ما این بار نمیریم خونه. در NGO بعدی که میدیم وظیفه پیگیری وعده های خواهد بود. چشم. پیگیری وعده های خواهد بود که کاندیدا. خب در اثر این پیگیری ها، در اثر این گفتن ها، اونها اومدن جلو، این کاندیداها رو آوردن جلو. نمیتونیم توقع داشته باشیم که به ناگهان یک کاندیدایی از آسمون بیاد. اصلا به نظر من اگر روزی دیدید که یکی اومد گفتن این رهبره، بی‌ترس. برای اینکه یک شب خلق میشن، همونایی میشن که حالا نمونهش در جای مختلف هست. یک چیز آخر رو هم داریم که به نظر من میاد جنبش سبز جنبش تدوین شده ای نیست. این خطری باشه که تهدیدش میکنه. چسته یک نامه یا یک مرامنامه برای این رو بنویسه. در نتیجه تو شما طیف‌های مختلف رو میبینید و زیباییش در اینه که بچه‌هایی که الان اینجا دیدید اگر دقت میکردید تفاوت‌هاشون رو متوجه میشدید، ولی سر یک اصول واحد توافق رسیدن. ممکنه یه جایی عقب برن، یه جایی جلو برن، یه کمی با هم بحثشون بشه، ولی معلومه که این نه زمینه. مثل ما نیستن. ما قرار بوده جهان رو آباد کنیم، جهان رو بسازیم. اینا زیباترین و ممکنترین چیز رو میخوان. زندگی خودشون رو به عنوان یک شهروند بسازن. این 150 سال طول کشیده، هم ربط داره. کدوم در یک دوی امدادی بوده، اومده چوب داده به نفر بعدی. این بچه‌ها امروز میخوان حق شهروند بگیرن. این الزاماً تغییر حکومت نیست. این حق اینه که در این مرحله رأیی که تو صندوق انداختم تا برسیم به مرحله بعدی. تمام میکنم این که من واقعاً یکی از چیزهایی که در غربت داد، به نظر من غربت، حالا اونه که میگن بعضیا پولن تو هر بانکی میشه گذاشتشون، ولی آدم اهل اندیشه، آدم اهل فرهنگ گیاهه، تو هر خاکی نمیشه گذاشتش. اون چیه منو نجات داد این بود که سعی کردن این همچنان تو اون خاک و این ممکن نمیشه جز اینکه این بچه‌ها و گفتمانشون رو گوش بکنیم. ببخشید این طولانی تر شد که دوره من مرتجم. سراغ جان الان یه مقداری توضیحات بدن پسر شما همین رو صحبت کنیم به خطراتی که تهدید می‌کنید با چوب. منم سلام دارم. منم سلام دارم خدمت حضار محترمی که شرکت کردن در این جلسه. میکنم که بلد نیستم میکروفون رو بگیرم دستم صحبت کردن یادم نیست. فکر میکنم موضوعی که می‌باید روش صحبت کنیم مسائل این جنبش بوده، نیروهای مختلف شرکتش، اهدافش، سازمانش، چرا مثلا فرض کن ملی عوام در شرکت کردن یا اگر کردن چرا به این شکل، شعار مثلا کارگران زحمت کشان بازتاب پیدا، مسائل زنان چگونه بازتاب پیدا کرد، یه مجموعه از اینا در صحبت ها به نظرم رسید. ابتدا خود موضوع توافق هم نظری یا کم گفتگو کردیم و چون کم گفتگو کردیم شاید به دلیل همین میفهمیدم صحبت برخی از دوستان رو یا شاید هم بد فهمیده باشم. وقت چقدر من از اون کسا هستم که سریع قطع میکنم. ابتدا محکم جنبش از نظر من چیه، بعد این جنبش مشخص هم چه هستش، ولی تیتروار میگم اگر خواستید بعداً بحث طورش میگم. به نظر من جنبش های عمومی با اهداف عام ولی مشخص به میدان میاد، نیروشون سیال برنامه به همین خاطر اصلا آلترناتیو نیستن. هر نیرویی هم که بخواد برای اینها سازمان درست کنه خفه‌شون میکنه. این نیرو سیاله،
تشکر